سلام بچه‌ها، دختر خالای عزیزم عشقا. من لازمه که واقعا الان از وقتی که محمد خوب شده دیگه هی همه میگن که مثلا چی شد، چه کار کردید، چه داروهایی، چه چیزایی، ولی من غیر از درمان شیمیایی و پزشکی که میخوام بگم، حالا نمیتونم بگم بی اثر بوده، ولی خب چون زیر 10 روز درمانای اساسی رو ما بر محمد انجام ندادیم، میگن تا زیر 10 روز این آمپولای خاص اثر میکنه. حالا میگن اینطوری، ولی خب محمد چون بالای 10 روز بهش زدیم، روز 11 هم بود دیگه این آمپولای خاص و پیگیر شدیم، از بس رو به بدتری رفت و این اکسیژن پایین بود و آی سی و این حرفا. ولی چون دوست خودم پسرش جوابش کردن و از آی سی یو بچهش رو رفت اوورد خونه، یعنی گفتن همینه دیگه، هیچ کارش ما نمیتونیم بکنیم، خودت میدونی. خب خیلی اعتقاداتش بالا بود، کار نداریم، بچهش رو اوورد خونه. ولی از اونجایی که برادرش طب سنتی خونده بود در حد دکترا، این کندر رو پیشنهاد داده بود و به منم گفت، من پشت گوش انداختم اولش برای محمد، وگرنه با این آب کندر یعنی الان قصه میخورم و پشیمونم که اگه من زودتر کندر داده بودم به محمد شاید به اینجاها نمیکشید به بیمارستان. حالا که ندادم و گذشت و مرخص کردیم محمدو با 1000 رضایت خودمون، که بازم دکترها رضایت نمیدادن، گفتن که ریسک این مریض خونه نیست. ولی باز دیگه از بس که خسته شده بود خودش تو بیمارستان و تو اتاق مراقبت های ویژه و اینا، دیگه خودش گفت نه من میخوام برم خونه. که وقتی اومد در خونه سیاه شده بود اصلا، با این که با اکسیژن بود، چون تکون خورده بود. میگن ریه وقتی تکون میخوره نباید تکون بخوره مریض اصلا، ولی خب این ریسکو کرد و اومد و با وضعیت بدی بود دیگه، راه هم نمیتونست بره و ایزی لایف اصلا شده بود و بماند دیگه، زیر بغلاشو بچه‌ها با چه بدبختی گرفتم. ولی خدا شاهده حرف دوستم فوراً گوش کردم، جوش کرد و هرس خورد و گفت چرا تا الان ندادی این کندو رو؟ گفتم خب ندادم دیگه، پشت گوش انداختم، امیدم به داروهای شیمیایی و پزشکا بود. گفت نه الان بده سری. دیگه منم یه قاشق غذاخوری سری به مامانم زنگ زدم، گفتم سری کندو رو به من برسون. 4 بعد از ظهر محمد اومد، ساعت 5:30 کندو رو من دم کردم، یه قاشق غذاخوری توی لیوان، آب قل کتری ریختم روش، درشو گذاشتم، یه 2-3 دقیقه یه بار میرفتم میمدم هم میزدم که این کندر حل بشه. الان عکس لیوانای دم کردم هم دیگه برای خیلی ها فرستادم، گفتم شما هم این کمکتون باشه، به مردم بگید و سرچ کنید تو اینترنت خواص کندر باز کننده ریه است، مخصوص عفونت ریه است و از بس گرمه نجات میده بدنو، برای همه چی خوبه. خواهش میکنم ازتون به همه، به هر کی که درگیر این بیماری لعنتی میشه که من تمام بدنم مرمور میشه و واقعا گریم میگیره هر کی که بشنوم که چجور اسیرش میشن، بگید که این کارو بکنن و کندر، فقط با کندر درمان کنن و نجات بدن. خدا شاهد بچه دوستم 25 ساله هم سن مهدیم دورجون نجاتش داد مادرش دیگه، داییش، یعنی با همین کندر دم کردن مرتب بهش داد، یک سره به بچه‌ش آب کندر داد، خوبش کرد. شوهر من 24 ساعته 10 شماره اکسیژنش، کسی که سیاه شده بود در خونه، فردا اکسیژن بدون دستگاه 91 بود با 3 تا لیوان آب کندر. موفق و پیروز باشید.